علی فلیجان رایفوویچ کاپیتان دسته سپر خوجند میباشم. من از مکتب ورزشی رقم 198 از فوتبال کلان هم مکتب رو ختم کردم. بعد که با پرزیدنت کلوب رحمانوف ظفرجان عبدالصمدویچ سال 2013 شناسایی پیدا کردیم و آن کس ما رو به کمانده خودشان تکلیف کردند و از سال 2014 این جانب من در همین دسته فوتزال سپر برآمد میکنم. یعنی خیلی نگاه کنید از طرف فوتزال نظر به فوتبال کلان شاوق‌تر میشه، به اون که میدان حجمش کوتاه میده است نظر به فوتبال کلان. در فوتزال تیز از این دروازه به بعد دروازه هجوم ها میشد. این برای مخلصان نظر به فوتبال کلان به فکر من شاوق‌تر میشد. سال 2010 کلوب فوتزال سپر تأسیس می‌یابد. بازی‌های نخستین دسته در دایره شهر خوجند و محلات اطراف آن بود. در آن هنگام مقصد اساسی سازندگان دسته مشغول شدن با ورزش به حساب می‌رفت، یعنی کل عمل‌هایشان هوسکارانه بود. ابتدای این دسته از آن آغاز شد که ما چند نفر دوستان، چند نفر هم‌مسلکان وقتی که دیدیم که برای جوانان تربیت یافتن جوانان در روحی و تندرستی، در روحی طرز حیات سالم، ما تصمیم گرفتیم که یک گروه جوانان را به فوتبال جلب کنیم و در مسابقه های شهری و ولایتی اشتراک نماییم. این سال 2010 بود. اقبال واسط‌زاده حالا یکی از بازیگران اساسی کلوب فوتزال سپر می باشد. طبق گفته‌های او، نخست او تا تشکیل شدن کلوب فوتزال سپر فوتبال بازی را از کوچه و محله ها آغاز کرده است. اول در کوچه ها باز میکردیم، بعد همین دستای نورسان که هم در پیش خانه ما یک مکتب بچگانه بود. مکتب بچگانه ورزشی نامری 1 نه و نامری 2 بود نزدیک خانه ما، با همونجا میرفتیم، همونجا سر شدم. ولی باز میکردم من فوتبال کلان. بعد هم 2016 گفتم فوتبال کلان اینجا میرم. در دسته سپر بازیکنای همین محلگی همین از خودی شهر بودن. بعد همین آهسته بازیکن‌ها از شهر دوشنبه و خارجی اومدن. از سال 2014 فعالیت کسبی کلوب فوتزال سپر آغاز می شود. در آن سال کلوب فوتزال سپر باری نخست در لیگ کسبی فوتزال تاجیک اشتراک نمود. وقتی که سال 2014 سال بود، سال از طرف جناب عالی محترم امام رحمان سال 2014 سال فوتبال عامه اعلان کرده شد. ما تصمیم گرفتیم که این دسته سپری که تشکیل کرده بودیم همچون دسته کسبی معرفی نماییم و در لیگ پروی تاجیکستان در چمپیونات فوتزال اشتراک نماییم. مقصد اساسی ما این دستگیری اقدام جناب عالی بود. پس از این دسته ما از سال 2014 تا این دم در چمپیونات جمهوری اید به فوتزال در لیگ کسبی پرو برآمد میکند و ما سربلندانه گفته میتوانیم که دائما جایزه دار است. در مسابقه های بین المللی نیز اشتراک کرده است. نام سپر را گرفتن این دسته هم طبق مشورت متصدیان کلوب با بازیگران و مربیان گذاشته شده است. سازندگان کلوب گرد این دسته جوانانی را سرجم نموده میخواستند که آنها از کارهای غر دور باشند و همگی از ورزش و رقابت سالم بگویند. برای چی سپر نام گذاشتیم؟ در اول ما خواستیم چند نامهای دیگر را نیز مانیم، اما به سپر آمده ماندنی ما در همان جا بود که وقتی که ما این دسته را تشکیل کردیم در حقیقت فکر و خیال های بسیاری بود کدام نام را باید مانیم انتخاب کرد. انتخاب به نهایت مشکل بود و سپر ماندگی ما از آن عبارت است که ما خواستیم در
گیردی توپ یک گروهی جوانان را سرجم کنیم آنها را از هر گونه کارهای نامطلوب، کارهای مثلا بیکارگردی دیگر. این سپر یک تیمی باشد که آنها را از همین چیز دارد حمایت کند و آنها را در روحی و تندرستی و سالمی تربیت کند. چمپیونات آسیا میان بازیگران تا 20 ساله در تایلند برگزار شد. در این بازی ها اقبال واسطزاده خوب برآمد نموده پس آن به منتخب فوتبال تاجیکستان شامل گردید. سال 2017 بود یک بار چمپیونات آسیا اوید هم به فوتبال بود بین بازیگران تا 20 ساله در تایلند گذشته بود. هم یکم بار در اونجا اشتراک کرده بودم. بعد یک سالش به تیم ملی دعوت شدم. بازی ها بسیار بودم. همین 3 تا 4 تا هر سال در چمپیونات آسیا هم اشتراک میکنم دسته تاجیکستان. کلوب فوتبال سپر سال 2018 در لیگ باشگاه‌های آسیا هنرنمایی کرد. این چاره‌بینی یکی از نخستین اشتراک کلوب فوتبال سپر در مسابقات برون مرزی می باشد. مسابقه در کشور اندونزیا برگزار شد. در دور گروهی کلوب فوتبال سپر 3 بازی گذرانید و با 2 باخت و 1 پیروزی این مسابقه را جنببست نمود. با دسته سپر بعد از برهم رفتن دسته دیسی اینوست که ویس چمپیون بود با جوی دیسی اینوست دسته ما با 2018 سال با چمپیونات آسیا بین باشگاه ها و اندونزیا رفته بود. آنجا در گروه 3 بازی گذراند، 2 بازی مغلوب شد و 1 بازی را دسته ازبکستان اگم کرد 2 برای غالب آمده بودند. یک تجربه خوبه برای دسته ما بود. دو دسته که با ما بازی کردن و ما را مغلوب کردن جایهای یکم و سیومی اون مسابقه را اشغال کردن. اینها دسته ها یک دسته از ایران، یک دسته از لبنان بانکوف بیروت بود. دسته که ما آن را شکست دادیم این دسته همسایه کشور، این دسته AGMK ازبکستان بود. سال 2019 مسابقه بین المللی جام دوستی خلق‌ها برگزار شد. در این مسابقه در برابر کلوب‌های فوتبال تاجیکستان دسته‌ها از ازبکستان و قرقیزستان اشتراک داشتند. سال 2019 با تشبث فدراسیون فوتبال تاجیکستان و با دستگیری یک چند نفر دوستداران ورزش در تاجیکستان ما تصمیم گرفتیم یک مسابقه بین الخلقی دوستی خلق‌ها را تشکیل نماییم که در آنجا هم دسته ها از ازبکستان، هم دسته ها از تاجیکستان و هم دسته ها از قرقیزستان اشتراک کنند و در آن مسابقه بین المللی نیز ما جای دوم را اشغال کردیم. یکم را دسته AGMK ازبکستان گرفت. سیم سپتامبر سال 2020 بازی در دایره لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان دور نهم. کلوب سپر با دسته مهاجر وارد رقابت شد. بازی خیلی با سرعت جریان گرفت. قسم اول بازی با حساب 5-0 بر نفع سپر خاتمه یافت. حساب بازی شده باشد بینندگان ارجمند در دقیقه دوم رقابت و الیاس چوتبایف ضربه و حساب 2-0 میگردد. پشت خود را میگذارد، پس میدهد به کنار چپ. هجوم سپر ادامه دارد، ضربه و حساب 5-0. در قسمت دوم بازی مهمانان تشبث را به دست گرفتند و توانستند که به دروازه حریف 3 گل وارد سازند.
و همین طریق بازی با حسابی 6-3 خاتمه یافت. Двоякое впечатление осталось. Первый тайм очень хороший выдали, повели в счете уверенно. Но второй тайм сбавили обороты, команда соперника наоборот воодушевилась и пропустили необязательных 3 мяча. Поэтому общее впечатление, конечно, победа есть победа, но игрой я не совсем доволен. Ну, потому что проиграли второй тайм. پس با مرکز میدان امکانات از ضربه و حساب 6-3 می‌گردد. امروز در کلوب فوتزال سپر در برابر مربی 3 لیگانر فعالیت می‌نماید. درگینای جو از شهر سورگوت فدراسیون روسیه میباشد. یک ماه باز در کلوب فوتزال سپر بازی میکند. Ну, игра хорошая, динамичная, команда хорошая, молодая. Видно, что есть рисунок игры. Вот. Несмотря на то, что первый тайм сыграли 5-0, во втором тайме чуть-чуть, наверное, как-то подрасслабились. И вот ребята молодые воспользовались своими моментами. Вот, то есть, повторю, команда хорошая, молодая. Надеюсь, будут также развиваться, и у них все будет хорошо, и все получится. Вот, а так, слава богу, что в конце второго тайма выровняли игру и довели до нужного, как до логического завершения. давид асланян низ аз кишвари русия аст. чанд муддат аст ки дар дастаи сипар бозӣ мекунад. Сипар? Ну, для меня это лидер Таджикистана, который обязан выходить и выигрывать каждого соперника, побеждать, независимо от того, кто против них выходит. Сипар всегда должен играть на победу. Ну, я смотрю, последнее время очень сильно развивается в Таджикистане футзал, и бразильцы здесь играют. Ну, играли, по крайней мере, раньше. Как бы видно то, что уровень у Таджикистана растет. И как бы я надеюсь, что и дальше Таджикистан будет расти в футзале. Здесь мы только 3-ю неделю, грубо говоря, вот работаем. Пока еще, ну, я думаю, видно со стороны то, что у нас еще не до автоматизма доведены сочетания. Как бы еще тяжеловато, как бы вкатываемся в игру. И я думаю, еще немножко времени и нормально уже будем чувствовать друг друга с партнерами. региная ҷо то омадан ба ин ҷо дар бораи футзали тоҷик чандон маълумот надошт. ҳоло дар баробари бозӣ кардан дар ин ҷо то ҷои маълумот дар бораи тоҷикистону мардумонаш ба даст овардааст. Я о футзале Таджикистана знал, но, к сожалению, ни одного клуба не знал. Вот, то есть только вот по приезду сюда узнал, что, ну, есть такие клубы, то есть уровень достаточно неплохой. Вот, то есть развивается мини-футбол в стране. То есть я думаю, то, что все будет хорошо, с годами будут набирать обороты и все будет хорошо. ما تو از روسیه لیگ داریم یک تقریستان. خوشبختانه همه زبان روسیه میدونیم. سال گذشته مربی ما از سربیه بود. ما لیگنر ایرانی داشتیم. هم مشکلاتی زبان بود. ترینر با انگلیسی گام میزد. بازیگرا انگلیسی رو نمیفهمیدند. لیگنر هم انگلیسی رو نمیفهمیدند. هم مشکلی بود. این سال خوشبختانه همه زبان روسیه میدونه. لیگنر هم روسی زبان. همین پرابلم از بین رفتگی. رفتارمو برادر خدا مشتمونگی شوخی میکنیم از این میکنیم. یوگنی نیکولایویچ اسیسیف ҳоло бо бачаҳо тамрин мегузаронад. та як моҳ аст ки вай ба ин ҷо омада ба ҳайси сармураббӣ фаъолият дорад. До того, как сюда приехал, на переговоры я сюда приезжал в феврале месяце. В принципе, так ничего не знал. Приехал, познакомился, мне все понравилось, поэтому я остался здесь. Что-то слышал, но так не вникал подробно, поэтому только образно. Ну, сейчас я рад, что я сюда приехал, и рад, что здесь работаю. Мне очень нравится все. Команда хорошая у нас. مربی که ما اولی سال با این شرطنامه کردگی بودیم از سبب همین پاندمی کرونا ویروس سرحدها محکم شدن آماده نتونست و شکرانه که همون یک ماه پیش اجازه دادند آمد تاکتیکای نو ترینر روسیه فکرای نو با ما حاضر آورد جاری کرده شده است به دسته
این یک سطح دیگر می باشد. این مربی سطح دیگر. سال تا سال فوتبال تاجیک پیش رفته مهارت کسبی فوتبالیستان نیز بالا می رود. امروز در دسته سپر در برابر دسته اساسی دو گروه دیگری نورسان نیز تمرین می نمایند. گروه اول از 14 تا 17 ساله و گروه دوم از 10 تا 13 ساله را در بر می گیرد. من فکر میکنم که فوتزال از همون سال 2012-2014 گویم تا این دم خطا نکنم 50% 70% بالا رفتگی. چون ما کادرهای داریم که آن سال 2014 بازیگران با چی طرز بازی میکردن، با چی اصول بازی میکردن، حاضر وقتی که ما اون کادرها رو با مربیایی که با ما دعوت میشن پیشنهاد میکنیم، تمام اون کادرهایی که از طرف ما ثبت کرده شده بودند، تمامی بازی‌هایی که ثبت کرده شده بودند، اون بازی‌ها رو پیشنهاد میکنیم. در حقیقت مربی‌های ما اساساً از خارج دعوت کرده بودیم، هم از دولت اسلامی ایران، هم از سربیا دیانده دویچ دعوت کرده بودیم و حالا از فدراسیون روسیه اوسینسیف یوگنی نیکولایویچ. به اینها تمامی همون ثبت ها رو نشان دادیم. در حقیقت آنها به تعجب آمدند که در مدتی کوتاه، در مدت 6 سال فوتبال تاجیک به نهایت یک سطح بلند به سزاوار شدگی، کسبیتی فوتبالیستان نیز به نهایت بلند شدگی. در حقیقت ما از همین باز یک چیز اساسی رو مشاهده کردیم که پیشتر وقتی که در مسابقه های بین المللی بازیگران ما دسته های ما برآمد میکردند، اونقدر هم موفق نمیشدن. سالهای آخر ما در نظر داریم که هم مسابقه های بین المللی بین دولت ها چه خیلی که تیم ملی ما برآمد کرده ایستادند و چه خیلی که دسته ها برآمد کرده ایستادند، موفقیت ها در نظر است. سال از سال فوتبال تاجیکستان بالا رفته ایستاده است. من از سال اولی که می‌باختم ما فکری تاکتیک واقعی نداشتیم. تاکتیک خیلی ما فوتبال کلام می‌باختیم. تو برو اداره کردن، طرز اداره کردن ما رنگ مثال فوتبال کلام بود. حالی پو مثلا تاکه پوچاکتی نمیتونستم. در فوتبال اصلا با تیپو تو برو اداره کردن. سال از سال بالا رفته است. دسته منتخب هم اگر نگاه کنید هر سال و چمپیونات آسیا و بابای فینالی برآمده ایستاده است. این پیشروی. بازی فوتبال همین که صورتی بازی تیز، بازیگران میدرایم فوتبالی کلان باشد میدراید 90 منوت بازی میکنید. همین باشد تیز، پر حرکت، پر شدت. حالا در لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان 8 دسته بازی میکنند. طبق گفته های بازیگران دسته سپر، رقیب اساسی آنها در چمپیونات کلوب فوتبال سورو کمپانیا می باشد. رقیب اساسی ما 2 سال می شود که سال دیم است که دسته سورو کمپانیا دوشنبه می باشد. دسته خیلی قوی، سرمربی خوب دارند. آنها 2 مرتبه پای هم چمپیون شدند، قهرمان تاجیکستان شدند. دسته اساسی که با ما مقابلیت سخت نشان داده ایستادند، دسته هم سورو کمپانیا باشد. در سالهای پیشتر دیسی اینوست یکی از بهترین رقیبان بودند. حالا در 2 سال آخر سورو کمپانیا می باشد که تمامی بازی‌هایی که بین سورو کمپانیا و سپر است به نهایت جالب و خوب می‌گذرد. تا انتهای بازی‌ها چند واقعه دیگر باقی مانده است. کلوب فوتبال سپر تا این دم، یعنی در سالهای قبلی، توانست که مقام دوم را در لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان به دست آورد. حالا باشد بازیگران و مربیان دسته نیت دارند که امسال چمپیون تاجیکستان شوند. تمامی تیم‌ها یکم مقصدشون این قهرمانی است. از آن جمله سپر نیز قهرمانی را نیت دارد. خدا خواهد نصیب باشد. ما باوری داریم که با این جمع بازیگرانی که در دسته حاضر شدند و با مربی که دعوت کردیم به این مقصدهای خود خدا خواهد نصیب باشد رسیم.
ها حاضر در مقام اول. این مقام اول اون معنی آن را ندارد که ما برتریت داریم، چون در پیش پلی آف است. پلی آف بعضی حادثه های ناگفتنی نیز دارد. ما مقصد داریم که خدا خواهد نصیب باشد قهرمانی را به دست بیاریم. ما باوری داریم که لیگ فوتزال تاجیکستان باز هم پیشرفت میکند و در مسابقه های بین المللی تاجیکستان را همچون یکی از دولت های پیشرفته در ساحه فوتزال و دیگر در ساحه فوتبال گوییم معرفی می نماید. علیجان والیف همه روز برای تمرین کردن به تالار ورزشی می آید. او می خواهد که در آینده در منتخب فوتزال تاجیکستان بازی کرده بیرون از مرز کشور فوتزال تاجیک را معرفی نماید. سالهای اول 2 سال 3 سال زینه چهارم گرفتیم. بعد از 2 سال 3 سال بازیگران نو را بعد از تکلیف کردم بازیگران به تجربه و 2 سال 3 سال با هم از جای دوم را گرفتیم. حالی ما یکم بار قهرمان تاجیکستان نشدیم. همین سال خدا خواهد حرکت کردیم که جای اول را به دست بیاریم. نیت های ما بعد که قهرمان میشیم بعد به چمپیونات آسیا بین باشگاه رفته از آنجا خوب برآمد کردن است.